سلام، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو با هم قرار این مادربرد رو حموم بکنیم. حموم؟ آره درست شنیدید، حموم. میخوام این رو با هم بشوریم. این کار رو توی خونه انجام ندید چون ممکنه مادربردتون رو برای همیشه از دست بدین. در واقع میخوام ببینیم توی این تست سالم میمونه این مادربرد یا نه. برای شروع باید این هدسینگا رو واس کنیم چون زیرش آب میتونه بمونه و باعث خراب شدن قطعات به مرور زمان بشه یا سولفات بکنه. همچنین این باتری هم باید در بیاد، دیگه چیز خاصی نداره. این رم هم باید در بیاد و این سی پیو هم در واقع باید در بیاریم که زیرش آب جمع نشه. این دوتا رو باز میکنم. این دوتا هم در واقع یه چیز فشاری دارن دیگه، اینجوری میتونی راحت بازشون کنی. خب همونطور که مشخصه هیت سینکاش رو در آوردیم و این قسمت هم خمیر سیلیکونش رو تمیز میکنیم و بعد میریم برای شستشو. ببین همینطور که مشخص هست اینجا این کثیفی ها رو هر کار کردم نرفت. خب با اسپری ناهید و الکل تمیز کردم چون یه چند ماهی توی خاک بود این مادربرد. سر هم باید کار رو در بیاریم. خب به این لحظه طلایی میرسیم، یعنی گذاشتن مادربرد داخل آب و تمام. حالا باید یه ذره مایه هم بزنیم دیگه. این حرکت های زشت رو داریم انجام میدیم، مایه هم باید باشه. به این حالت مایه رو روی اسلات و همه جایی که هست میزنیم. بعد از یه برس استفاده میکنیم تا مادربرد رو بشوریم. سعی کن روی سوکت، البته شما که این کار رو انجام نمیدین ولی سعی کنید اگه 1% این کار بد به ذهنتون رسید روی سوکت سی پیو زیاد مانور خاصی ندین چون که مقدار داستان هستش. یه جای دیگه شو کاملا هر چقدر دلتون خواست میتونید بشورید. فقط امیدوارم که این مادربرد روشن بشه. بعدش به این حالت در میاد و بعد باید چند بار قشنگ آب بکشیم که این کفا هیچ کدوم باقی نمونه. سعی کنید تو این سوکت آیوکس هم من سعی کردم آب زیاد نره. هرچند که تو این آب قرار میگیره یه ذره میره ولی دستم هم میگیرم جلوش که آب زیاد نره، اون موقع خشک کردنش داستان نکنه. برای آبکشی نهاییش هم دیگه شیلنگ آخر رو میگیریم قشنگ کار در بیاد. قشنگ رو سوکت سی پیوش رماش الان میشه گفت این مادربرد دیگه آب دیده است، یعنی آب روزگار رو دیده. جی پی بنده خدا تو زندگیش فکر نمی‌کرد انقدر یه روز آب بخوره. تقریبا اون چیزی که میخواستم شد، هیچ کثیفی باقی نمونده. فقط حالا میمونه بحث خشک کردنش که ذره شرایط رو دشوار میکنه. رو باید ببینید چجوری خشک کنیم. برای خشک کردن این مادربردم از این مایکروویو استفاده کردم. یه چند دقیقه باید توش کنیم تا آب روش کاملا خشک بشه. دما رو میذاریم روی 150 و چند دقیقه میذاریم. از دو طرف یه دونه الیمنت پایین داره یه دونه الیمنت بالا،
جفتش رو روشن میکنم، کم از پایین هم از بالا، گرما به صورت یک نواخت وارد بشه و باید صبر بکنیم تا بپزه ماده بردمون دیگه، یه جورایی پختش تکمیلی بشه. فقط این خازناش خیلی خطرناکن، چون خیلی داغ باشه ممکنه بترکی. باید روش یه فویل آلومینیومی میذاشتم، ولی خب دیگه نذاشتیم. اینم که خمیره هنوز مونده دیگه، اینو زیاد چیز نکردم، ولی در کل تمیز شد. حالا تا خشک بشه این بخش آیوش امیدوارم سالم باشه و همین دیگه، باید صبر کرد تا بپزه. درش هم میبندیم. و بعد از چند دقیقه در انتظار کشیدن کم کم آبای روی برد داره تبخیر میشه. دقت کنید داره آباش کم کم تبخیر میشه، ولی خب توی این اسلات آب میمونه همچنان و باید یه ذره بیشتر بذاریم باشه. ولی از اینجاها قشنگ مشخصه که این آبه یه مقدار سولفات داره میکنه، چون یا آب مقطر استفاده میکردیم به طب بهتر بود، ولی آب شهری یه مقدار این سولفاته هست. پایه هاش هنوز یه ذره نم داره، این اسلات هم که کلا فکر کنم توش آب هست. بعد یه ذره چند بار درش رو باز میکنم تا زیاد گرم نشون، خازینا رو مواظبت بکنم دیگه، نه ترکیه ها. الان تقریبا 60% آبش خوش شده، 40% آب همچنان تو اسلاتاش هست. خب ولی من اینو در میارم که دیگه ریسک اون خازن‌ها رو نکنم، میذارم خنک شه، بعد دوباره میذارم. اینو یه ذره تو مجاورت هوای آزاد میذارم. من داغ اصلا نمیشه دست زدش، نه با این روش نمیشه در آورد. تقریبا اینجوری باز بهتر. ببینید تقریبا بیشتر آباش خوش شده، ولی تو این اسلوت ها همچنان آب هست. بذاریم یه مقدار تو مجاورت هوا، بعد دوباره بذاریم تو فر که این خازنه یه مقدار نترکه، چون دمای زیادی داره. بعد چند دقیقه ممکنه باد کنه و بترکه. خب دور بعدی که داخل میکروویو بزنیم، تقریبا 3 دقیقه 4 دقیقه دیگه بمونه کارش جمع شده است دیگه. خب دیگه برای اینکه بیشتر ریسک نکنیم این چند دقیقه آخرم گذاشتیم، ولی دیگه تقریبا داره خازنا از زیر شروع به باد کردن میکنن دیگه، بسته دیگه البته زیادم باد نکردن، یعنی تازه میخواست بکنم شروع کنم. بعد مخصوصا اون خازنای اون تک سرامیکیه. خب این مدل بود، یعنی قبلا خازنش یه سری عوض شده، چون کلا از این خازن سبزا باد باشه، ولی یه سریاش سرامیکیه، اونا دیگه خیلی سریعتر ممکنه بترکن دیگه. سر همین دیگه خاموش کنیم و مادربردمون آماده است، تقریبا خنک بشه یه تست هم بگیریم. خب برای اینکه دیگه نهایت تلاشمون رو بکنیم دیگه حرفی هم توش نباشه، اسلات هاشو یه بار دیگه باز باد سشوار میگیریم، چون توی مایکروویو فقط دما میره باد، یعنی بادی نمیاد که قشنگ خشک کنه. ولی خب الان تقریبا هولوش 80% خشک شده، ولی این اسلاتش هم باز بگیرم.
تقریبا اوکی شد دیگه. الان میتونیم به راحتی تستاشو انجام بدیم. خب میرسیم به لحظه طلایی، یعنی واقعا طلایی و پر ریسک تست کردنش. این هدسینکا رو هنوز بس نکردم، اما یه تست تصویر بگیریم اوکیه. تمامی کابل‌ها رو هم زدم و تقریبا دیگه آماده هستش. واقعا بسم الله هم که روشن میکنیم. بعد اینم دکمه چیزش پینا رو هم باید به هم بزنیم. خب روشن شد، ببینیم تصویر میده. تصویر داد وای باورم نمیشه. بعد از شستن کاملش حالا دیگه اینم که خطای نداشتن هارده دیگه، کلا تصویر داد. حالا چون داغ میشه سریع خاموشش کنم، ولی اوکی شد. یعنی بعد از شستنش با آب و مایع ظرفشویی تصویر گرفتیم ازش. واقعا سگجونه، واقعا سگجونه، واقعا سگجونه. حالا اگه یه مادربرد سری Z اینجا بودش، یه قطره آب میافتاد رو مادربرد سولفاته، من دیگه ادامه نمیخوام بدم. مادربرد نسبت به خریدار من دیگه توان ادامه دادن ندارم. ولی این بنده خدا با این شرایط که دهنش رو سرویس کردیم، یعنی هم پختیمش هم شستیمش، دیگه چیز دیگه قرار نبود اتفاق بیفته، باز تصویر داد و واقعا چیز خفنی بود. ممنون میشم اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید که با هم کارهای خفن‌تر و بزرگتری رو انجام بدیم.